مثالی رقم 34 geometri sinfi 11 چنین داشته است که اساسی پریزمی راست سکونجه باشد که طرفی آن طرفی آن 3 سانتیمتر طرفی دیگرش 5 سانتیمتر و کنج بین آنها 120 گرادوس می باشد و یکی از سطح‌های پهلویی کلانترینی آن مساحتش داشته است که 35 سانتیمتر کوادراتی برابر می باشد و شرطی مسئله چنین است که باید مساحتی پوری سطح‌های پهلویی پریزم را یابیم. ما برای این از روی تئورم کاسینوس استفاده برده طرفی سیوم سکونجه را می‌یابیم. یعنی طرفی سیوم به حاصل جمع کوادرات‌های طرف‌های داده شده و به نشان کرده حاصل ضرب آنها به کاسینوسی کنج بین آنها برابر است. یعنی اس کوادرات برابر 3 کوادرات 9 جمع 5 کوادرات 25 minus 2 ضرب 3 ضرب 5 ضرب کاسینوسی کنج بین آنها 120 گرادوس است 120 گرادوس. پس اس کوادرات 3 کوادرات برابر 34 جمع 15 برابر 49 می شود. از ریشه 49 7 می برآید. یعنی طرفی سیوم 7 سانتیمتر می باشد. یعنی در اینجا فهمیدن ممکن است که سطح اسم کلانترین یعنی مساحت سطح دارای سطح این طرفی سیوم می باشد. یعنی برای آنکه طرفی سیکنجه اسم کلان است برای همین مساحت اسم کلان را داراست. پس در اینجا ما اشاره میکنیم سی به یک و 35 سانتیمتر کوادراتی است. اکنون ما از روی این بلندی را می‌یابیم. چرا که می‌دانیم در راست‌کنجه حاصل ضربی ما راست‌کنجه بودن سطح پهلوی را از کجا دانستیم؟ برای آنکه گفته شده است که پریزمی راست است. بله. برای همین فهمیدن ممکن است. در اینجا بلندی را می‌یابیم. بلندی 5 سانتیمتر برابر است و از روی یافتن مساحت سطح پهلوی پریزم پهلوی برابر است به پریمتر ضرب بلندی یعنی پریمتر اساس. اکنون پریمتر اساس که سکونجه است هر سه طرف را جمع میکنیم 3 جمع 5 جمع 7 ضرب بلندی 5 سانتیمتر چنان که یافتیم 5 3 جمع 5 جمع 7 برابر 15 می شود 15 ضرب 5 برابر 75 سانتیمتر کوادراتی. یعنی مساحت تمامی سطح‌های پهلویی پریزم سطح پهلویی پریزم به 75 سانتیمتر کوادراتی است. ما در اینجا دویم را نیز دیده برام بردیم. اول مساحت سطح پهلویی داده شده که 35 سانتیمتر کوادراتی بود. یک تا پهلوی ا ب ب 1 بود است. در اینجا ما بلندی رو یافتیم بعد دیگر مساحت‌های دیگر رویهای پهلویی را یافتیم. در اینجا 15 سانتیمتر کوادراتی و 25 سانتیمتر کوادراتی شده بود. بعد همه آنها را جمع نمودیم که 75 سانتیمتر کوادراتی است. اساسی سطح پهلویی شد. یعنی جواب 75 سانتیمتر کوادراتی میشه.